امروزها برای پختکاران مرحله نهایی جمع‌آوری حاصل باقی مانده ادامه داشته. از نیمه اول ماه دکبر باید که زمینه‌گذاری به حاصل موسم نو با از زمین تازه کردن غذاپایه و شودگار خوش‌صفتی آن با صورت بلند در مدت کوتاه آغاز انجام یابد. در ناحیه‌های غیر پختکار باشد جمع‌آوری حاصل باغات و دیگر زراعتی که شده اساساً به آخر رسیده. در قطعه‌های سبزیجات که شده جمع‌آوری سبزی، ترب و شلغم ادامه دارد. در ناحیه‌های کارتوشک پرور بعد جمع‌آوری حاصل پخته رسیده زمینه‌گذاری به حاصل سال آینده از ذخیره مقداری کافی کارتوشک تخمی و شودگار خوش‌صفت زمین سرچشمه می‌گیرد. در ولایت سوخت ناحیه‌های دیوشتیج، استرافشان، اسفره، پنجکین، کوهستان مسجد، عینی و شهرستان منطقه‌های اساسی کارتوشک پرور محسوب یافته. همساله در ناحیه دیوشتیج مقدار زیادی کارتوشک تخمی ذخیره کرده شده. طلبات همه دیگر ناحیه‌های کارتوشک پرور را با کارتوشک تخمی می‌تواند قانع گرداند. در ناحیه شهرستان نیز امسال به مساحت بیش از 2000 گکتار کشت کارتوشک گذرانیده. مسئولین ساحه اظهار داشتند که ذخیره کافی کارتوشک تخمی عملی کرده شده است. سال جاری کشاورزان ناحیه 1420 گکتار کشت کارتوشک گذرانده شده. از آن 275 سنتینری حاصل گنداری کرده. 39102 تن کارتوشک استحصال کرده شد. از آن برای کشت کارتوشک 2022 4500 تن تخم کارتوشک ذخیره کردگی هستیم که سال 2022 تخمه هایی که ذخیره کردگی ما بسنده می باشند. شهرستان از ناحیه‌های دامنه‌کوه ولایت سوخت محسوب یافته. همگی 43000 نفر اهالی و 2 جماعت دارد، یعنی خردترین ناحیه در مقیاس ولایت به حساب می رود. بعد تجدید از نفت تشکیل دهی خواجگاه کلان حجم دهقانی در ناحیه شهرستان نیز 2330 عدد خواجگاه دهقانی عائلوی و انفرادی به میدان فعالیت برآمده. همزمان در زمین‌های ذخیروی یکچند کوپراتیوهای استحصالی تشکیل کرده شده است. کشاورزان ناحیه شهرستان را در برابر چارواداری، باغداری و کشت زراعتی مختلف کشاورزی شغل اساسیشون کارتوشک پروری محسوب می‌یابد. امسال 2 گکتار کارتوشک کاریدم. دو تا نو کارتوشک آوردگی بودم. یکتاش عزیزی، دویمش سامانی. زمین ما به نقص شد. حاصلناک نقص داد. تا 50 زیاد تا 60 رفت ویش حاصلناکش. 2 گکتار 115 تن بارین گرفتیم. من این کارتوشک من این سامانی نوش این حاصلناکش زور بود است. ما حاضر همین ذخیره کردیم اینجا با آورده تخمی کراسیم. خدا خواهد امسال با میکاریم 3 گکتار می 2.5 گکتار میکاریم خدا خواهد. من این الان اینم حاصلناکش نست. شکرانه کاریدیم، نوری کاریدیم، کراس فانتازیا کاریدیم. زورش همین عزیزی سامانی بود است. ما امسال همین ذخیره کردیم همین بسیارتر کاریم. طبق معلومات پیشنهاد گردیده در ناحیه شهرستان 4318 گکتار زمین آبی و بیش از 9000 گکتار زمین‌های للمی کارم ارز وجود دارد و طوری که قبلا ذکر کردیم همساله با نظر داشت موجودیت و دسترسی به آب پالزی در همه شکل‌های خواجگداری به مساحت 2100 گکتار کشت کارتوشک گذرانده می شود. متخصصان ساحه بران عقیدند که شهرستان با نظر داشت هوای مساعدش برای کارتوشک پروری منطقه بسیار موافق به حساب می رود. طوری که قبلا ذکر کردید حاصلناکی کارتوشک در خواجگاهی که با آب پالیزی با استفاده چاه‌های عمودی دسترسی بیشتر پیدا کردند از 300 تا 350 سنتینر را از هر گکتار تشکیل می‌دهد و در این خواجگاه‌ها ذخیره کافی کارتوشک برای تخمی و فروش در بازارهای مرکزی ولایت و پایتخت کشورمان وجود دارد. در مجموع برای کشاورزان فصل تیره‌ماه زمستان مرحله زمینه‌گذاری به موسم نوی کارهای صحرایی محسوب یافته. دریافت و ذخیره تخمی‌های فراوان حاصل، شودگار خوش‌صفت و سری وقتی زمین و امثال آن از عامل‌های اساسی چنین آمادگی‌ها محسوب می‌یابد.